به نام خدا، امین ترابی هستم با طراحی آشپزخانه در 3D Max همراه شما. برای جلسه اول ما یک کابینت زمینی رو طراحی میکنیم. برای این منظور ابتدای باکسی میکشیم به وسیله درگ اند دراپ. بعد در قسمت مادیفایر میایم طول و عرض و ارتفاع اون رو مشخص میکنیم. خب میخوایم یک کابینت زمینی به طول 90 سانتی متر داشته باشیم. طول رو 90 میزنیم. عرض کابینت های زمینی 60 که ما چون میخوایم خورد طول بشینه 57 میزنیم. ارتفاعش هم ارتفاع کابینت ها زمینی 90 سانتی متره، 14 سانتی متر پایه است، 3 سانتی متر صفحه، 73 سانتی متر هم خود کاره. ارتفاع 73 سانتی متر میزنیم. خب حالا صفحه رو بزرگ میکنیم که تمرکزمون بیشتر باشه. از همین باکس این یک کپی میگیریم، قسمت مادیفایر میریم. خب طولش که 90 باشه، عرضش رو 60 میزنیم، ارتفاعش هم صفحه کورین 6 سانتی متریه که ما 6 میزنیم. با موو کردن اون رو روی کار میشیم. خب حالا باکس هایی که به عنوان دره روی کار میکشیم. برای این منظور اتوگرید رو میزنیم که باکس روی باکس میخوایم بکشیم قشنگ روش بیفته. باکس های در رو میکشیم. برای اینکه بهتر دیده بشه رنگش رو عوض میکنیم. اندازه ها میریم تو قسمت مادیفایر، اندازش تغییر 72 میزنیم، 44، این هم 16 میله دیگه، 16 میله میزنیم. خب کپی میکنیم ازش. حالا درزا رو تنظیم میکنیم. خب این یک کار زمینی شد. یک مقدار بالا میاریم. برای حالا اگه کابینت ما پاخور داشته باشه کافی فقط یه باکس یه خورده داخل تر رسم کنیم به ارتفاع 14 سانتی. خب اگه میخوایم پایه داشته باشه استوانه رو انتخاب میکنیم. بعد کپی میکنیم. به این ترتیب ما دو تا کابینت زمینی داریم، یکی با پایه یه دونه با پاخور. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید و مفید بوده باشه. خدا حافظ.